باعث افتخار و سرفرازی است که تشبث نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به حفظ پیریخو که بر رشد استوار جمعیت تاثیر مثبتی رسانیده میتواند از جانب جامعه جهانی هم موازی پیدا نمود. در پیام شادباشی خود پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 16 دکمبر سال 2022 قید نمودند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبث پنجم ما را در ساحه آب یکدینانه با قبول قطعنامه مخصوص خود تصدیق نمود. طبق این قطعنامه اولا سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخو اعلان کرده شد. دوم اینکه از آغاز سال 2025 من بعد هر سال 21 مارس همچون روز جهانی پیریخو تجلیل کرده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی‌هایشان همیشه تاکید می نمایند که تغییریابی گلوبالی اقلیم به صفت یکی از مشکلات معاصر پیش از همه به حالت پیریخو ذخیره‌های برف و آب تاثیر منفی می رساند. جامعه جهانی خوب درک می‌کند که کاهش و خرابشوی منبع منبع‌های آب‌های آشامیدنی در سیاره می‌تواند اهل بشر را به فلاکت‌های زیاد جانی، اجتماعی و اقتصادی دچار نماید. از این لحاظ جامعه جهانی را ضرور است که برای حل این مسائل گلوبالی هرچه زودتر چاره‌های ضروری مشترک را تهیه و تطبیق نماید. به همگان معلوم است که جمهوری تاجیکستان خود جمهوری کوهسار است و منبع ذخیره‌های آب‌های آسیای میانه در اینجا است. قد نزدیکی 8000 پیریخ در تاجیکستان موجود است و با پیشنهاد سازمان ملل متحد در عرصه جهانی برای نائل شدن به هدفها در ساحه آب و اقلیم یعنی تاجیکستان موظف است. تغییریابی اقلیم بار یکم نیست، این در طول روند تاریخ بارها شده است و نظر تاجیکستان در این سمت بیشتر و بیشتر است و منفعت ها برای خود دستاوردها هم در این ساحه دیده می شود. عین حال پژوهش‌ها در ساحه پیریخ‌شناسی در تاجیکستان عملی گردیده ایستاده است. مورد به ذکر است که اقدام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پیریخو با پشتیبانی 153 دولت اعضای سازمان ملل متحد پذیرفته شد. به اندیشه کارشناسان ساحه قبول گردیدن قطعنامه سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخو برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در مسئله حفظ پیریخو و جلب توجه جامعه جهان به این مسئله تکانی جدی خواهد بخشید. تأسیس دادن فاند باوری بین المللی برای سهمگذاری در حفظ پیریخو را محققان قدم استوار برای سرعت بخشیدن به برگزاری اکسپدیسیاها در مسئله حفظ پیریخو نام میبرند. همه اون قطعنامه‌هایی که از طرف جامعه جهانی قبول کرده شدند در مسئله آب و اقلیم با تشبث‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث‌های پرزیدنت کشور ما بسیار سریع وقتی و مهمند. و امروز ما مردم تاجیکستان، اهل زیا، عالمان، اقلیم شناسان درباره تغییریابی اقلیم کدام کارها را ما باید به انجام رسانیم. خیلی که در بسیار برآمده‌شان جناب عالی پرزیدنت کشور با جامعه تاجیکستان، با مردم تاجیکستان، با وزارت و اداره ها، با نیازهای علاهده این ساحه‌های گوناگون خواجگی خاص برش می‌دهند در مسئله تغییریابی اقلیم چاره اندیشی کردن کار و کدام راه ما میتوانیم که تغییریابی اقلیم و گرمشوی از حد زیادی اقلیم رو در تاجیکستان پیشگیری نماییم. باید گفت که تغییریابی اقلیم باعث آبشوی با سرعت پیریخو و کاهش حجم آب دریاها در مناطق گوناگون جهان از جمله در آسیای مرکزی می‌گردد. تا امروز از 14000 پیریخ تاجیکستان که سرچشمه اساسی آب آشامیدنی در منطقه میباشند زیاده از 1000 پوره آب شده سرعت آبشوی آنها رو به افزایش است. این در حالی است که بارش و پیریخ‌های تاجیکستان تا 60% منبع تشکلیابی ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. طبق معلومات‌ها تاثیر اقلیم با آبشوی این پیریخ‌ها است، چون که پیریخ‌ها منبع آب شیرین و حوزه دریای پنج و سیر میباشند. یعنی جمهوری در آسیای میانه یعنی با ما همسایه‌ام نظر رسند که در این سمت تاثیر اقلیم به این باید باشد، چون که خشکشوی بحر ارال یک سبب گرمشوی و تغییریابی اقلیم است. این یکی از حادثه‌هایی میباشد که در طول تاریخ اثبات شده است. یعنی تمام اهالی در سطح جهان قریب 700 میلیون نفر از تنقیصی میکشد از نوشابه آب شیرین. این مخصوصا تاجیکستان در این سمت پیش
پیش‌دفاع دارد یا کمی پیش‌دست شده است و پیشنهاد نموده است، این از طرف سازمان ملل متحد این قبول گردیده است. ضمناً با تشبث تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پیریخو اعلان گردیدن سال 2025 برای رشد همکاری طرف‌های منفعت‌دار زمینه مناسب فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان در یک منطقه گئوگرافی خوشبختانه قرار دارد که تقریباً 60% آب‌های آسیای میانه از آب‌های ما سرچشمه می‌گیرند. به حساب میانه همساله از دریاهای ما تقریباً 72 کیلومتر کوبی آب‌ها جاری می‌شوند. یعنی ما از آب آشامیدنی بای هستیم، اما متأسفانه در سطح کره زمین هستند دولت‌هایی که از آب آشامیدنی تنقیسی میکشند. علاوه خصوص از سبب اونی که نابرابر در سطح کره زمین آب‌های آشامیدنی تقسیم شدند، با همین خاطر دولت‌ها از این آب یعنی که از منبع اساسی تنقیسی میکشند که یکی از آنها دولت‌های قاره آفریقا میباشد. برای مثال میگیریم برای خریداری کردن 1 لیتر آب از 5 تا 8 دلار آمریکایی در این دولت‌ها صرف میکنند، حالا که انسان برای تنها برای استعمالش در یک شبانه روز باید از 3 تا 5 لیتر آب تنها برای استعمالش استفاده برد. برای همین این مسئله گلوبالی است، مسئله است که تمام اهل بشر را به تشویش آورده است. عالمان ساحلی معین کرده برآمدند که اگر تاثیرات انسان به طبیعت چنین ادامه گرفتن گیرد تا سال 2050 باز هم از این هم شدیدتر می شود نارسایی آبی آشامیدنی که تقریبا امروز 1.5 میلیارد اهالی سطح کره زمین ما از این منبع پرارزش طبیعت تنقیسی میکشند و همساله تقریبا 900 میلیون نفر از نارسایی به آب نوشابه تامین نیستند. طبق قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین 21 مارس همساله همچون روز جهانی پیریخو مقرر گردیده است. کنفرانسی در پیش ایستاده آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در دوشنبه و ادامه استفاده پلتفرم روند آب دوشنبه برای پیشبری مسئله‌های آب دلیل پیشرفت جمهوری تاجیکستان در مسئله‌های آب در مقیاس جهان به حساب می‌رود.